مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برخی تفصیلات صدمه پرقربانی صبح 2 مای در نوحه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان و اسم همه 6 نفر هلاک شده در این صدمه را نشر کرد. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی، صبح 2 مای سال 2023 تقریبا ساعت 9:30 دقیقه ماشین تمغه تویوتا تحت اداره کریموف خمای خوشنظرویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در موضع تاریخی قلعه کران در بلندی کوهی تقریبا در مسافه 1500 متر از دهه روزوه نوحه درواز از بلندی 350 متر به قفو سر و زیر شده است. در نتیجه صدمه 6 نفر در جای حادثه جان باختند. وزارت کارهای داخلی اسم قربانیان را نشر کرد. راننده ماشین کریموف خمای خوشنظرویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر دوشنبه و مسافران داخل افت-ماشین سیاروف حسن علی جورایویچ سال تولدش 1964 ساکن نوحه رودکی، توختایف بختیار سنگینویچ سال تولدش 1965 ساکن نوحه رودکی، کرمشویف کاروانشاه قربانبیکویچ سال تولدش 1989 ساکن نوحه اشکوشم، عزیز خوجه‌زاده بیزاد دولت خوجه سال تولدش 1989 ساکن نوحه درواز، زیویف خوشقدم خوشوقتویچ سال تولدش 1964 ساکن نوحه درواز. بنا به اطلاع دریافتی بیزاد عزیز خوجه‌زاده رهبر بخش سیاحی حکومت نوحه درواز بود و خمای کریموف رهبر سازمان جمعیتی تاج نورافشان. هلاکت 6 نفر در درواز در حالی است که ساعت 4 صبح 1 مای در کیلومتر 154 شورای دوشنبه خوجند چنوخ در حدود نوحه عینی ولایت سوخت بر اثر بجری عمقش تقریبا 200 متر سر و زیر شدن ماشین مسافرکش تمغه استاریکس 6 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر با جراحت‌های وزنین در بیمارستان بستری کرده شدند. همه قربانیان این صدمه خویش و تبار از یک اولاد ساکن دهه ارتوج در کنار شهر پنجکین بودند و بنا به اطلاع دریافتی از سوی یک خویشاوندشان برمیگشتند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.